شما رو نمیدونم ولی من کل سالو منتظر میمونم که فصل توت فرنگی برسه که باهاش لیکور توت فرنگی درست کنم. اول از همه توت فرنگیامونو قسمت‌های سبز رنگشو جدا میکنیم. حالا هر کدوم از توت فرنگی‌ها رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم. فقط حواستون باشه توت فرنگیاتون به هیچ عنوان کبک زدگی یا خرابی نداشته باشه. یه ظرف دردار میکنیم که بشه پلمپش کرد. شما میتونین هر ظرف درداری رو استفاده کنین به شرط اینکه توش هوا نره. توت فرنگیامو داخل ظرفم میریزم. اندازه 400 میل از اینا داخل ظرفم میریزم. شما میتونین بیشتر هم بریزین. احتیاجی به له کردن نیست. میذارم که توی حالت طبیعی خودش عصاره‌گیری انجام بشه. درش رو میبندم به این صورت. حتی الان تکون دادنم لازم نیست. حالا میره جای تاریک به دور از نور آفتاب توی دمای محیط 5-6 روز بهش استراحت میدم. هر 1-2 روز یه بارم یه تکون اینطوری بهش میدم که عصاره‌گیری من کاملا به خوبی انجام بشه. اینی که الان میبینید حاصل 9 روز صبر کردنه. البته توی هفته هم میتونین کارو در بیارید. حالا وقتی اینه که اینفیوژن ما به لیکور تبدیل بشه. چه کاری باید انجام بدیم؟ اضافه کردن شیرین کننده که من اینجا از سیمپل سیروپ استفاده میکنم. درست کردنش کار چند دقیقه است. نسبت 1:1 آب و شکر. حرارت و همش بزنین که شکر کاملا تو مایعتون حل بشه. توت فرنگی‌ها رو با صافی از مایعم جدا میکنم. اینم از سیمپل سیروپ. چیزی که واسه من جالب بود اصلا براتون اذیت کننده نیست. خیلی راحت میتونید توی سطح دهانتون نگه دارید. خیلی سریع قورتش ندید. طعم توت فرنگی رو کاملا میتونید ازش بگیرید. شیرینی که بهش اضافه کرده تلخی اضافه نوشیدنیمو از بین برده و تبدیل شده به لیکور توت فرنگی جذاب خونگی.